سلام بچه‌ها، من علی هستم. امروز اومدیم یه ویدیو جدید از بازی ای فوتبال 2026. آره سال 2026 نمیده ولی بازش اومده. امروز قراره که بازی بین ایران و اسرائیل رو بریم. من ایران و حریف اسرائیل. اسرائیل پاره بیچاره. بچه‌ها این اولین ویدیوی من بدون چهره است. Let's go. برو بریم حاجی. ایرانمون کجای؟ بچه ایرانمون. این بچه ایرانمون باخت نمیده. ایرانی باخت نمیده. هر کی شاهده لایکو بکوب کوچولو. بچه همین الان ویدیو رو لایک کنید. من باید دنبال ایران بگم. ایران پیروزه. ایران عشق من. ایران مهد فارش است. ایران مهد همه چیه. جانم ایران. حالا من باید دنبالش بگردم. بذارید اینجا من آخر نفهمیدم این ایران کجاه. والا آها ایران، عشق ایرانو. اینجا بریم سراغ اسرائیل. این از اسرائیل بریم. اسرائیل جون رنده ای. خب ایران که با تیپ من و اینم بذار. آره این اینجوری بشه. اسرائیل آماده ای برای مرگ. لیتس گو. اینا معلوم نیست. What the heck؟ کیه؟ زن چی؟ پرهام اوکی. پرهام اسم دوست منه. ایچی نریس نفهمیدم. امینپور امنپور what؟ پدرام فرهان. اوکی بریم ببینیم ایران برنده میشه اسرائیل. من که میگم ایران پوز همه رو میذاره. با ایرانی باخت نمیده که. ایرانی که باخت نمیده. برو بریم ببینیم. پرهام بود. آره بابا پرهام هم بودی شروع میکنه. اسرائیل کوچولو برو شیر مامانتو بخور. وای حاجی نشد. بودو وای ایران کاما وینگا. پاس بدم نشد. وای برو بینم بودو فرین. اسرائیل بودو بابا. اسرائیل که فعلا داره تلفن ما رو. اسرائیل بیا اینجا بینم. بچه من آمریکا رو دوست دارم، ایران رو دوست دارم، ژاپن رو دوست دارم، همه کشورها رو دوست دارم به جز اسرائیل. دلیلش رو هر کی میدونه این لایک پایین رو بزنه. لایک پایین ویدیو رو بزنه و تو کامنت ها یه دونه قلب قرمز بذاره و بنویسه اسرائیل. نه یه دونه میخواستیم اسرائیل عشق. اسرائیل که هیچی نیست واسه ما. تو کامنت های ویدیو رو لایک کنه و بنویسه ایران عشق. آره پاشیدنی. ایران مهد فارش است. چرا من دارم تبلیغ میکنم. دارم ریمیکس میزنم. مایلز مورالز، پیتر پارکر، مسعود اوزیل. کاما وینگا کاما او وینی ژیان ویلیو
امباپه هو جوید بلینگام بلیو اوبندینچو بلیو آداگو شماره 7 بود. دمت دم گرم. شماره 7 رونالدو وقت نمیده. وای حاجی عجب پاسی دادم. ایران مهد عشق است. بابا توتی برو اونور والا. ایران مهد عشق است. یه گل بزنم باید همین الان ویدیو رو لایک کنی. یه گل، فقط یه لایک. یه گل به اضافه یه لایک. آخه پاره دراز کنی و بنازم. بزن دیگه اسکول. والا اسرائیلی هم همینطوری اسکول هم. بابا لعنتی. بسار به تکل برم. همون تکل هم خوب بود. واسه یه تکل خوشگل برم. حاجی که گزارش کرد. وای حاجی این راندو هم باختیم هم اونا باختن. ولی ببینیم بعدن که رنده سف موندیم. نوکرم آقا چاکرم. بابا اونا چرا همیشه باید شروع کنن والا. بیانجا ببینم که جلو میخوای تکل رود برم. ایران مهد فرش بازانه که دی جیغش درمت کش من انقدر دیپلس نبودم. این چفترم هم بود تو بیزنس نبودم. شفته جیبت نبودم. زودتر دنبال پیشرفتش 18 سال پیش. بله ایران یه گل به ثمر میرسونه. ایران بنازمت. ایران بنازم. بچه فقط میخوام گل رو ببینید. عجب حرکتی هم از ایران. چی شد کوچولو؟ داری آب میخوری. اون آب تو گلود بمونه. هر کی حرف منو موافقه ویدیو رو لایک کنه. یعنی فقط گلو ببینید. نگاه جور پاس دادم و یه گل خوشگل. حاجی خدایی لایکو بکوب. به عشق داداشتون یه لایک بزنید. عشقا بریم بر بازی بعدی. بریم ببینیم که آیا میتونیم این بازی رو ببریم یا اینکه اسرائیل میترکونه. بچه من اگه اینو ببازم، نه جدی میگم، اگه ببازم میرم یقه اسرائیل رو میگیرم. اگه ببازم الان با هر تیم دیگه ای افتاده بودم کاری نداشتم با اون تیم. ولی اگه از اسرائیل ببازم یقه اسرائیل رو میگیرم، چون از اسرائیل متنفرم. وای بچه ها اوضاع خرابه. اوضاع خیته. اگه تو این ویدیو حرف نزنم ویدیو تمومه. درو گفتم. بچه ها همین الان زیرو لایک کنید. کامنت ایران بله بچه ها همین الان ویدیو رو لایک کنید. کامنت بذارید. زنگوله رو بزنید. چنل زیبای ما رو سابسکرایب کنید. آره بچه ها بریم ببینیم گل منو ببینید. یه گل خوشگل به ثمر رسوندم و بله 2-0. بچه ها بریم برای بازی دوباره شروع کنیم. من یه کاری داشتم رفتم دوباره برگشتم. هنوز همون 2-0 ایران زده. آره باید بازی حساب کنم. رفتم یه آبی بنوشم بیام. آب بخورم بیام. به بنازمت ایران. ناموسن بنازمت ها. یه پاس خوشگلو. من نمیشناسم اینا کین. ایران اصلا بادیاشو نمیشناسم. اینجوری شد دهیل. ایران مهد فرش است. بنازم یا از پاسم. بچه میخوام جوری به گل بزنی یا میتره کنمت. بالا جونه هر کی دوست داری. خدایا شکرت. بزن پاس بده به نمیدونم کی. برو رامین کریمی بود. کی بود رامین کریمی باشه؟ نه علی کریمی. آره نمیدونم علی کریمی کی. برو
برو رامین کریمی. نه رامین کریمی بود، علی کریمی بود فکر کنم. آره دیگه اگه کاشی علی دایی هم اینجا بود حاجی. علی دایی، مهدی طارمی، رامین رضاییان، بعد اینا دیگه، رامین رضاییان، علی دایی، سردار آزمون. از نمیدونم سردار آزمون هست یا نیست، اینو نمیدونم. یه دونه شوت خیلی بلند. اسرائیل کوچولو داری میبازی که برو مامانتو بغل کن، برو خانواده‌تو بغل کن بچه. اینجا بچه من آمریکا رو دوست دارم. آمریکا هیچ گناهی نداره، ولی اسرائیل ببینیم این چی بزنه. بزا اینجا سرهان بزا این چیه دیگه رو داریم بزن. شماره چنده؟ شماره 74 چیه؟ یه شوت خیلی محکم. اگه بتونم برگردونم حالا بشه برگردون زد یا نه، ولی باید نمیدونم بچه آیا اینجا میشه. سردار آزمون کیه؟ نه سردار آزمون نیست، و همینطور که میبینید بازی داره کم کم تموم میشه، ولی فقط یه گل میخوام بزنم، اونو خدا بخواد. منو نه خدایا مرسی، خدایا عشقی به خدا. بچه فقط اینجور نشد بزنه، نگاه کنید اصلا نتونست بزنه، گرفت. ایران باخت نمیده فکر کنم. حاجی فکر کنم علیرضا به ایران ون باشه، واقعا علیرضا به ایران ون دوره، نمیدونم اونو بشوت بینم بشوت و چه دفعه یه شوت خیلی محکم از این شوت نه و بله ایران برنده میشه. پوز اسرائیل رو میخوابه. به خدا با اسرائیل دست بدی یا نه؟ بیا ببین به اسرائیل دست میده بچه. و میخوام بهتون نشون بدم ایران 2 تا گل داد و اسرائیل 0. بله بچه البته میخوام بهتون آموزش بدم در این فوتبال چطوری وارد بشید. اول شما این گزینه رو روش کلیک میکنید، یکی روش زدید میایید خیلی این برتر، بعد میایید روی این گزینه میزنید، بعد اینجا، بعد هر تیمی بخواید رو انتخاب کنید. مثلا اینجا مثلا من الان میخوام چیز رو انتخاب کنم. الان مثلا من میخوام چیز رو انتخاب کنم. اسمش چیه؟ الان مثلا من میخوام بارسلونا رو انتخاب کنم. میام اینجا، اومدم اینجا میزنم روی اینجا، میزنم روی اینو سرزش کنم بهتره، میزنم روی اینجا اسپانیا. بعدش اومدم اینجا مثلا نگاه اینجا بارسا رو میبینید. بعدش که اومدم اینجا میزنم روی بارسا، که زدم روی بارسا اینو انتخاب میکنم. مثلا که زدم حالا باید تیم بعدی رو انتخاب کنم. مثلا اینو هر کدوم از اینا رو بخواید میتونید انتخاب کنید. حالا مثلا من مثلا من چی رو باید دارم حالا مثلا من به تیم مثلا من استقلال رو بردارم. مثلا من استقلال میزنم روش و این دکمه رو میزنم و این دکمه رو که زدیم و وارد بازی میشیم و اینجا لباسه. اینجا روی این گزینه بزنید میتونید لباس اسکنات رو انتخاب کنید. مثلا اینجا میزنید مثلا من اینو میخوام، بک رو میزنم، مثلا لباس استقلال روش میزنم، بعد مثلا لباسش این آبیه، لباس استقلال. بعدش این لباس رو انتخاب کنید، روی این گزینه که نشون میدن یعنی بک کلیک کنید، بعد میزنید روی این گزینه، روی همین گزینه وقتی که میزنید میرید بازیتون رو. حالا میخواید اینجا ترکیبه، اینجا که اومد روی ترکیب دوباره روی این گزینه کلیک میکنید. همین این آموزش بود که چطوری بریم بازی کنیم. بازی باحال میکنی، منتظر میمونید همچنان.
ولی بچه بتونم بگم که بازیش نتیه. باید این بازی نتتون رو روشن کنید و همینجور روی نیکست میزنید، به نیکست که زدید منتظر میمونید و بازی شروع میشه. اینجا هم بهتون نشون میده چطوری بازی کنید. بعد اینجا میبینید دیگه میدوه. بعد همینطور که میبینید بازی، بعد بچه همینطوری میبینید دیگه بازی میکنید و اشغال میکنید. این هم بود از این ویدیو بچه. اینم لامین یامال عشقمون رو داری بچه. همین الان یه گل بزنم باید ویدیو رو لایک کنی ها. لایک کن ولش کن بچه. این هم بود از این ویدیو. همین الان ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، زنگوله رو بزنید، چنل زیبایی ما رو سابسکرایب کنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.